دیگه کم کم بریم سراغ خود آموزش ها. از اونجایی که قول دادم این آموزش ها کاملا از پایه باشه، من از خاموش و روشن کردن سیستم شروع میکنم. در حال حاضر اینجا من لپتاپ دارم و روی لپتاپ توضیح میدم این قضیه رو. ویندوز و قسمت های داخلی ماجرا که فرقی نمیکنه، چه روی لپتاپ چه روی سیستم کامپیوتر یا پی سی. ولی خب عکس میگیرم براتون، البته مشخصه کیس های مختلف، اما خب چون قول دادم برای اینکه سر قولم بمونم براتون با عکس اون قسمتش رو توضیح میدم. بریم روی کار ببینیم. اینو یادم رفت بگم. اینو میخواستم بگم که اصلا چون قول دادم که از ابتدا شروع بکنم، من از بحث خاموش و روشن کردن شروع میکنم. قطعا خیلی از شماها دیگه میدونید، بلدین، تجربهشو داشتید. اگه احساس کردید که نیاز نیست این قسمت رو ببینید، رد کنید، برید قسمت های بعدی، نرید ویدیوهای بعدی ها، یه ذره بزنید جلو، چون که ادامه داره. جلسه اول ویندوز رو هم همینجا تو همین ویدیو بهتون میگم. خیلی خوب، بریم شروع بکنیم با معرفی کیبورد. چرا از کیبورد شروع کردم؟ چون دکمه پاور اینجاست. یعنی من اگه بخوام روشن کردن لپتاپ رو بهتون بگم از پاور شروع بکنم، خب بقیه دکمه رو هم بهتون اینجا معرفی میکنم. برای روشن کردن لپتاپ کلاً یا هر وسیله الکترونیکی دیگه بگردین دنبال این علامت، یه دایره‌ای که یه خط صافن وسطش داره. این یک علامت تعریف شده است. همه جا برای روشن کردن، دکمه پاوره، همه جا برای روشن کردن استفاده میشه. دقت کنیم برای خاموش کردن لپتاپ یا سیستم یا پی سی از این دکمه استفاده نمی کنیم. این رو اگه مستقیم هر بار فشار بدین این آسیب میزنه به سخت افزار سیستمتون. از این رو فقط برای روشن کردن استفاده کنین. گاهی اوقات که سیستم ما هنگ میکنه و ما هر کاری انجام میدیم درست نمیشه، روشن نمیشه، از این دکمه برای ریستارت کردن یا خاموش کردن استفاده میکنیم. ولی گاهی اوقات دیگه، همیشه هر دفعه این کار رو نباید انجام بدیم. این یک کیبورد لپتاپی هست. چیدمان دکمه ها تو کیبورد ها با هم فرق میکنه. کیبورد استاندارد که اون رو هم باز من اینجا ندارم، یه مقدار عرض کردم خدمتتون چیدمانش تفاوت داره. این سم قسمت ماشین حسابه، اینجا یک فضای خالیه که این دکمه های بالا و پایین و اینها اونجا قرار داره با دو تا دکمه دیگه، و این کنارش دکمه هایی هستش که دکمه های حروف هست و بقیه چیزها. به این میگن کیبورد لپتاپی، به اون یکی کیبورد میگن کیبورد استاندارد. یه دونه مدل کیبورد دیگه هم داریم، این کیبوردهای مینیه. ببین چقدر کوچیکه. این قسمت ماشین حساب رو نگاه کنید، این سمت نداره، عددها رو باید اینجا استفاده بکنیم. من این مدل کیبورد رو خیلی دوست دارم، مثلا کیبورد فانتزیه که من واقعا بهشون علاقه دارم، ولی یه ذره اگه کار تایپ سری باهاشون انجام بدیم یه ذره کار کردن باهاشون سخته، چون هی کلیدها رو باید جابجا بکنیم، سخته. خب این کلیت رو بهتون گفتم. اصل این دکمه اینجا بود، دکمه پاور. این قسمت رو میبینید که بهتون گفتم ماشین حساب. اینجا نگاه کنین اعداد رو داره، تقسیم، ضرب، منها و علاوه. این اینتر هم همون مساوی خودمونه. این نوشته دیلیت، حالا اینم با دیلیت استفاده میشه، ولی این نقطه کار ممیز رو انجام میده. این ممیز نیست، این تقسیمه. ممیز اینه، مثلا خواستیم بنویسیم 2.5 2.5. خب این ناملاک رو میبینید اینجا نوشته NUMLK، مخفف ناملاکه، یعنی قفل کردن. لاک میشه قفل کردن دیگه، ماشین حساب. حالا قفل که نه، خاموش و روشن کردن. چراغ اینجا رو میبینید؟ من این اگر فشار بدم خاموش بشه، الان ماشین حساب من خاموشه. من هرچی این اعداد رو بزنم کار نمیکنه عدد. این رو دوباره روشن میکنم، ماشین حسابم روشنه. این اتوکد کار کردن، حالا بچه‌ای که هنرجون بودن این رو دیدن، گاهی اوقات هی عدد رو تایپ میکنیم، این عدد تایپ نمیشه. دلیلش این بوده که معمولا حالا این ناملاک خاموشه. این اینجا تر بیایم، دکمه دیلیت و پاک کردن، بک اسپیس یه دونه میزنه عقب. حالا اینا با مثلا شیفت بود کلید ترکیبی، اینا رو بعدا براتون توضیح میدم. اینو میبینید نوشته اینجا PRT SCR print screen. این برای عکس گرفتن از صفحه مانیتورتونه. یعنی اگر این رو بفشارید از صفحه مانیتورتون عکس گرفته میشه. از اونجا که بهتون گفتم که چیدمان دکمه ها تو کیبورد ها متفاوته، گفتم مثلا 3 تا حالت کلی رو براتون گفتم.
باید نگاه بکنید این دیلیت شما ممکنه اینجا باشه روی کیبورد خودتون. شکل دکمه رو به خاطر بسپارید، اسم دکمه رو به خاطر بسپارید، کاراییش رو بدونید. فرقی نمی‌کنه دکمه کجا باشه، هول و هوش محلشون همیشه همینجاست، جاشون زیاد تغییر نمی‌کنه. دیگه تو کلیدهای مهم یه دونه این کلید اسپیس رو داریم. این کلید حین تایپ کردن فضای خالی ایجاد میکنه، ولی توی حالا باز میگم برای بچه اتوکد این حکم اینتر رو هم داره، این تایید دستور هم میده. دیگه اینجا ما کپس لاک رو داریم. وقتی که داریم تایپ میکنیم، میخوایم یه حرفی رو ما بزرگ تایپ بکنیم، به حروف بزرگ تایپ بکنیم، این کپس لاک باید روشن باشه. چراغش رو میبینید اصلا اینو نام لاک که کنارش چراغ داره، این اصلا کلیدای مهمی هستن، اینو حواسشون بوده که این چراغ رو بذارن که شما بدانید و آگاه باشید اگه دارین تایپ میکنید چیزی اشتباه تایپ میشه این مثلا روشنه یا خاموشه. حالا حین تایپ کردن ما نیاز نداریم هر بار کپس لاک رو خاموش رو روشن کنیم. اگه شما شیفت رو نگه دارین با اون حرفی که میخواین به صورت بزرگ تایپ بشه، همین کار کپس لاک رو میکنه، بذارید اون خاموش بمونه. اینجا کلید کنترل رو داریم، به این میگن ویندوز کی. ما این رو که فشار بدیم بیاین رو مانیتور ببینید این منوی ویندوز اینجا باز میشه، پس به این میگن ویندوز کی. گاهی اوقات با ترکیبش با کلیدهای دیگه کار دیگه هم برامون انجام میده. این هم جالبه. آلت و اون آلت و کنترل و شیفت رو اینور هم داریم. ببینید این آلت و کنترل و شیفت این سمت هم هست، آلت کنترل شیفت. چرا دو سمته؟ چون ما با دو تا دست تایپ میکنیم، به هر دوتاش احتیاج داریم. اینم که دکمه چپ و راست و بالا و پایینه. این کلیات تا این لحظه من یک سری کلیدهای ترکیبی پرکاربرد رو بهتون بگم. خب اون ترکیباتی که ما نیاز داریم، کلید ترکیبی هستن یعنی چی؟ یعنی گرفتن دو تا کلید با هم دیگه. نمیشه کلید ترکیبی، تعریف های ثابتی دارن در سیستم های کامپیوتری و همشون یه کاری رو انجام میدن. اگر کنترل رو نگه دارم با سی، کنترل سی، الان من دست چپ دارم میگیرم یه جوری، یه دقیقه وایسین این درست کنم. خب کنترل سی نکنم با 2 تا انگشت میگیرم، در این انگشتم روی کنترل، این یکی روی سی. این کار کپی رو انجام میده. کجا کپی میکنه؟ مثلا تو اتوکد که میکنه، تو فتوشاپ انجام میده، رو خود ویندوز هم انجام میده. شما فقط همین رو یادتون بمونه، کنترل به علاوه سی کپی بهتون میده. بعد حالا یعنی منظورم که کاربردش رو بعد که بریم سراغ خود بحثای ویندوز و اینها اونجا بهتون دیگه میگه. کنترل وی پیست میده، چسباندن میده. اون چیزی رو که کپی کردیم اینجا برداشتیم یه جا باید بذاریمش دیگه، با این کنترل وی پیست میکنه. وقتی کپی میگیریم اون موضوعی که ازش کپی گرفتیم سورسش مرجعی سر جاش باقی میمونه. حالا اگر ما کنترل ایکس رو بزنیم اون مرجع رو برمیداره کلا، اون عکس دیگه تو اون محل اول، مثال میزنم عکس تو محل اولش دیگه وجود نداره، کلا برداشته میشه. کنترل وی که میزنیم اون محلی که ما میخوایم پیاده بشه، گذاشته بشه، چسبانده بشه، نمیدونم فعلش چیه، فعل پیست، فکر میکنم چسباندن بهش میگن، اونجا اتفاق میفته. خب کلید ترکیبی بعدی ویندوز کی به اضافه ای روی ویندوز براتون صفحه جدید باز میکنه. دیگه اینا رو براتون دارم مثال میزنم که بدونید گرفتن این کلیدها با هم دیگه یک سری تعاریف مشخص بین‌المللی داره که شما پشت هر سیستمی که بشینید با این کلیدها میتونید به همون نتیجه برسید. این از این. حالا روی بعضی لپتاپ‌ها مثل این لپتاپ من مثل دکمه های این بالا از واسه کم و زیاد کردن صدا و کم و زیاد کردن نور اسکرین و این به علاوه منها تو فتوشاپ باهاش با ترکیب کنترل میتونیم صفحه رو کم و زیاد کنیم. باز هم تاکید میکنم دارم براتون مثال میزنم. قسمت مهمی که ما الان تو این ویدیو نیاز داریم که یادمون بمونه، یکی دکمه پاور بود که برای روشن کردن لپتاپ استفاده میشد. حواسمون باشه به نام لاک که اگه تایپ کردیم دیدیم تایپ نمیکنه عدد برامون، بدونیم که این نام لاک خاموشه. پرینت اسکرین رو یاد بگیریم برای عکس گرفتن از صفحه لپتاپمون. و کنترل سی، کنترل وی، کنترل ایکس، کنترل وی، این دوتا دو قلو همیشه با هم دیگه بیان. دیگه همین مابقی مباحثی که حالا تو کیبورد نیاز هست بهش برگردیم رو در محل مناسب خودش براتون میگم.